در جلسه گذشته عرض کردیم که بسیاری از رفتارهای ما انسان‌ها از تقلید از رفتار دیگران ناشی میشه و به همین جهت هم آشنا شدن با الگوهای اخلاقی و قهرمان‌های اخلاقی و آشنا شدن با سبک زندگی اونها و سیره رفتاری اونها باعث میشه که ما از رفتار اونها مدل سازی بکنیم و در موقعیت‌های آتی زندگی خودمون رفتار اونها را سرمشق و الگویی برای رفتار خودمون قرار بدیم. از همین جهت هم که از بهترین راه‌های تربیت و کسب فضایل اخلاقی آشنا شدن با رفتار قهرمان‌های اخلاقی و سیره زندگی اونها هست. در جلسه گذشته ما یکی از خصایص و ویژگی‌هایی را که از حضرت ابوعبدالله حسین عرض کردیم این بود که اون حضرت صفای باطن داشتند و رفتار اون حضرت به دور از هر گونه کینه و نفرتی بود. حتی در برخورد با دشمنان خودشون هم اون حضرت رفتاری بدون از هر گونه کینه و نفرت داشت. و توضیحاتی را در مورد این مسئله عرض کردیم. در پایان جلسه دیروز من راهکارهایی را برای رهایی از کینه و نفرت بیان کردم و عرض کردم که اگر خدای نکرده ما گرفتار کینه و نفرت شدیم نسبت به نزدیکان خودمون، دوستان خودمون یا در محیط کار خودمون نسبت به کسی کینه و نفرت پیدا کردیم، چطور میتونیم اون کینه و نفرت را ازش رهایی پیدا بکنیم؟ منتها چون در جلسه گذشته وقت من پایان پیدا کرد و فرصت نشد که اون راهکارهایی را که بیان کردم توضیح کامل بدم، در ابتدای جلسه امشبمون لازم میدونم که در مورد راهکاری که دیشب عرض کردم یک سری توضیحاتی را هم اضافه بکنم. یکی از راهکارهایی که در جلسه گذشته من بیان کردم برای رهایی از کینه و نفرت این هست که گفتم که ما اگر خدای نکرده نسبت به کسی کینه و نفرت پیدا کردیم، بیایم و در حق اون شخص خوبی بکنیم و یا حداقل در حق اون شخص دعای خیر بکنیم. حالا ممکن هست سوال بشه که چطور این راهکار میتونه باعث بشه که ما از کینه و نفرت رهایی پیدا بکنیم. راهکاری که اون مکانیزمی که باعث میشه که این راهکار قلب ما رو از کینه و نفرت رهایی بده مربوط به یک مکانیزمی میشه تحت عنوان ناهماهنگی شناختی. حالا این به چه معنا هست؟ و این فقط مربوط به رهایی از کینه و نفرت هم نیست. در بسیاری از کسب فضایل اخلاقی و رهایی از رذایل اخلاقی ما میتونیم از این مکانیزم استفاده بکنیم. ببینید روایتی هست از امیرالمؤمنین، حضرت میفرماید که ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. حضرت میفرماید اگر شما آدم بردبار و صبوری نیستید، اگر انسان شکیبایی نیستید و میخواید تبدیل بشید به یک انسان صبور و بردبار و شکیبا، راهش این هست که ادای آدم‌های صبور و شکیبا رو در بیارید. یعنی ببینید آدم‌هایی که صبور هستند، پر استقامت هستند و شکیبا هستند چجوری رفتار میکنن، شما هم رفتار ظاهری خودتون را مثل اونها بکنید. این در مرور زمان و به مرور زمان باعث میشه که شما هم کم کم انسان‌های شکیبا و صبوری بشید. اما چطور باعث این میشه؟ ببینید انسانی که شکیبا هست، صبور هست و پر استقامت هست، این در مشکلات و گرفتاری‌های زندگیش هم در درون خودش آرامش داره و هم چون در درون خودش آرامش داره رفتار بیرونیش هم همراه با آرامش و خونسردی هست. جزع و فزع نمی‌کنه، قرولند نمی‌کنه و امثال اینها. اما آدمی که شکیبا نیست وقتی که در گرفتاری‌ها و سختی‌ها قرار می‌گیره، در شداید زندگی قرار می‌گیره، هم به لحاظ درونی خشمگین میشه، عصبانی میشه و اهل جزع و فزع هست در درون خودش و هم رفتار بیرونیش هست که همراه با خشم و عصبانیت و غرولند و امثال اینها هست. حالا حضرت میگه که اگر در درون خودت اون استقامت درونی نداری، اون خونسردی و آرامش درونی را نداری، کاری که باید انجام بدی این هست که ادای آدم‌هایی را در بیار به لحاظ رفتاری که واقعا خونسرد هستن و صبر و شکیبایی دارن. خب حالا چطور باعث میشه که ما وقتی که رفتار بیرونیمون همراه با آرامش و خونسردی باشه به لحاظ درونی هم به اون آرامش درونی برسیم؟ این به خاطر همون مکانیزم عرض شود که ناهماهنگی شناختی هست. ما در ذهنمون نمیتونیم همزمان دو تا باور متعارض داشته باشیم. یعنی اگر من
در ذهنم دو تا باور متعارض داشته باشم، به لحاظ شناختی و ذهنی دچار ناهماهنگی شناختی میشم، یا اگر من رفتارم با باور خودم تعارض داشته باشه، من یک باوری داشته باشم اما رفتارم با اون باور خودم تعارض داشته باشه، اینجا من دچار ناهماهنگی شناختی میشم و ذهن من به صورت ناخودآگاه نمیتونه این دوتا رو همزمان با خودش داشته باشه. ذهن من میگه که تو یا باید اون باور خودت را کنار بگذاری یا اون رفتار ظاهری خودت را کنار بگذاری. من نمیتونم همزمان هر دوتای اینها را در خودم نگه بدارم. لذا شما اگر نگاه بکنید، معمولا افرادی که مثلا مثال عرض میکنم، افرادی که سیگاری هستند، اینها نمیتونن همزمان باور داشته باشند که سیگار برای اونها زیان آور هست و در عین حال هر روز چند نخ سیگار هم بخوان استفاده بکنن. اینها کاری که میکنن این هست که میان اون باور خودشون به زیان آور بودن سیگار را تغییر میدن. میگن نه، این تحقیقاتی که نشون داده که سیگار زیان آور هست اینها مثلا الکی هست، یا نه اون تحقیقات درست هست اما من سیستم بدنی خودم خیلی، سیستم دفاعی بدن من خیلی قدرتش بالا هست و سیگار برای شخص من ضرر چندانی را نداره. میان این را چیکار میکنن؟ توجیه میکنن برای این که اون ناهماهنگی شناختی را از بین ببرن. حالا این در بسیاری از مسائل اخلاقی هم همینجور هست. اگر من کینه و نفرت نسبت به یک شخصی داشته باشم اما بیام در حق اون شخص خوبی بکنم یا در حق اون شخص دعای خیر بکنم، در اینجا دچار یک ناهماهنگی شناختی میشم. ذهن من به صورت ناخودآگاه میگه که تو چطور هست از یک طرف باور داری و نگرشت نسبت به اون شخص همراه با کینه و نفرت هست، اما در عمل در حق اون شخص خوبی میکنی یا در حق اون شخص دعای خیر میکنی. یکی از این دوتا رو باید کنار بگذاری. من هر دوی اینها رو نمیتونم با هم هماهنگ بکنم. یا باید کینه و نفرت خودت را نسبت به اون شخص کنار بگذاری، یا این دعای خیری که در حق اون شخص میکنی یا اون کار خوبی و اون خوبی که در حق اون شخص میکنی را باید کنار بگذاری. لذا اگر ما در حق کسی که نسبت به اون شخص کینه و نفرت داریم را در طول زمان به اون شخص خوبی بکنیم یا در طول زمان در حق اون شخص در حق اون شخص دعای خیر بکنیم، این باعث میشه که به مرور زمان اون کینه و نفرتی رو هم که نسبت به اون شخص داریم برطرف بشه. برای همین هست که اون نظام الدین اولیا میگفت که هر که ما را یار نبود ایزد او را یار باد، وان که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد، هر که خاری نهد در راه ما از دشمنی، هر گلی که از باغ عمرش بشکفد بیخار باد. اما یک مطلب دیگری را هم که من در همین زمینه باید بهش توجه بدم این هست که این بخشیدن خطای دیگران باید به گونه‌ای باشه که اولا شخص مقابل را نسبت به حقوق دیگران گستاخ بار نیاره، نسبت به تعدی به حقوق دیگران گستاخ بار نیاره. اینجور نباشه که این بخشش من، این عفو کردن من و این خوبی کردن من در حق کسی که به من آسیب زده یا در حق من یک ظلمی کرده باعث نشه که اون طرف مقابل گستاخ بشه نسبت به ظلم کردن خودش و تعدی کردن به حقوق دیگران. اون شعری هست که میگه که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. این عطوفت ما، این خوبی کردن ما و این مهرورزی ما در حق دیگران باید با ملاحظه وضعیت روحی اون طرف هم باشه. اینجور نباشه که چون برخی از افراد هستن که ما اگر به اونها خوبی بکنیم در مقابل اون بدی که به ما کردن، این باعث میشه که اون طرف مقابل گستاخ بشه نسبت به حقوق ما و یا تعدی کردن به حقوق دیگران. لذا این نیاز به یک هوشمندی اخلاقی داره که من تشخیص بدم که این طرف مقابل را چجور باید در مقابلش برخورد بکنم. این آدم اگر به من بدی کرده، از اون آدمایی هست که من اگر در حقش خوبی بکنم باعث میشه که اون طرف از نسبت به رفتار خودش شرمنده بشه و اون رفتار خودش را کنار بگذاره و تربیت اخلاقی بشه، یا نه این شخص از اون افرادی هست که این خوبی کردن من در حق اون ممکنه باعث گستاخی اون بشه. خب
این بحث رو هم پروندهش رو ببندیم و وارد یکی از خصایص اخلاقی دیگر ابو عبدالله حسین میشیم. یکی از ویژگی‌های دیگری که حضرت ابو عبدالله حسین ما در سیره اون حضرت مشاهده می‌کنیم این هست که اون حضرت دردمند دیگران بودند. یک نوع دوستی بسیار والایی را در سیره اون حضرت مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که اون حضرت درد دیگران را درد خودشون می‌دونستند، رنج دیگران را هم رنج خودشون می‌دونستند و به دنبال این بودند که درد دیگران را کاهش بدن و حوائج مردم را برطرف بکنند. در روایت نقل شده که حضرت ابو عبدالله الحسین خبردار شدند که اسامه بن زید که یکی از اصحاب پیامبر و از صحابی پیامبر بودند مریض شدند و در بستر فوت هستند. حضرت به عیادت اسامه بن زید رفتند و دیدند که اسامه در بستر بیماری هست و داره گریه میکنه. امام حسین از اسامه پرسیدند که علت گریه تو چی هست؟ اسامه گفت که من 15,000 دینار قرض دارم و هیچ مالی هم از مال دنیا نیندوختم برای این که با اون مال قرض خودم را ادا بکنم و گریه من از این جهت هست که دارم میمیرم و مالی ندارم که قرض خودم را ادا بکنم. حضرت فرمودند که لا تبکی فهی علی و انت بریء منها. گفت گریه نکن، تمام این قرضت را من به عهده میگیرم و من تضمین میکنم که قرض تو را من کامل پرداخت میکنم و تو هیچ دین و ذمه‌ای نسبت به این قرض نداری. یا در روایت دیگری اومده که یک عرب بادیه‌نشینی اومد تو مسجد پیامبر و در زمان امامت امام حسین و گفت که من با پسر عموی خودم یک نزاع و جنگی داشتم و در این نزاع و درگیری پسر عموی من کشته شد و الان اولیای این مقتول از من طلب دیه را میکنن و من هم هیچ مال و ثروتی ندارم که بتونم این دیه را پرداخت بکنم و از افرادی که در حاضر در مسجد بودن درخواست کرد که به ایشون کمک بکنن. خب عتبه ابن ابی سفیان که در اونجا بود 100 درهم به این شخص کمک کرد. اون شخص گفت که خب این 100 درهم که کار من را راه نمیندازه، من 10,000 درهم باید دیه پرداخت بکنم. بعد رفت به سمت عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر 200 درهم به این بنده خدا کمک کرد. بعد این شخص اومد پیش امام حسین که در مسجد بود. امام حسین گفت که ما به هر کسی به اندازه معرفتش و علم و آگاهیش کمک میکنیم. اول من باید ببینم که معرفت و علم و آگاهی تو در چه اندازه‌ای هست. لذا حضرت چند تا سوال از این شخص پرسید. اون شخص جواب داد. امام دید که این شخص آدمی هست که معرفت خوبی داره، علم و آگاهی خوبی داره. امام حسین 10,000 درهم به عنوان مبلغ دیه به این شخص کمک کرد. گفت که با این 10,000 درهم این دیه ای را که مقروض شدی را پرداخت کن. بعد هم گفت که خب حالا تو برای سامان دادن به زندگی خودت و گذران معیشت خودت هم نیاز به پول داری. 10,000 درهم دیگه هم من بهت میدم که با اون پول بتونی معیشت خودت را سامان بدی. لذا حضرت 10,000 درهم دیگه هم به این شخص داد برای اینکه شخص بتونه زندگی خودش را سامان بده. ما وقتی که سیره اهل بیت را نگاه میکنیم، سیره امام حسین را نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که اون حضرات زندگی خودشون را وقف زندگی مردم کرده بودند. به دنبال این بودند که ببینن کجا یک دردمندی، یک گرفتاری وجود داره برای اینکه بتونن حاجت اون شخص را برآورده بکنن و باری از زندگی و باری از دوش اون شخص بردارن. در یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم انسان‌ها را به دو دسته تقسیم بکنیم. برخی از انسان‌ها اینجور هستند که تنها و تنها به دنبال این هستند که مشکلات زندگی خودشون را برطرف کنند و تنها به فکر آب و نون خودشون هستند و به دنبال این هستند که فقط گلیم خودشون را از آب بیرون بکشند و تنها باغچه خودشون را بیل میزنند. اکثر مردم به گونه‌ای هستند که اونقدری که از رفتن یک خار در پای خودشون رنجور میشن، از رفتن یک تیر در چشم دیگران رنجور و دلازرده نمیشن. ظرف وجودی اونها به قدری کوچیک و تنگ هست که تنها خودشون و بستگان و نزدیکان خودشون را در بر میگیره و هیچ گرفتاری دیگران اونها را رنجور نمیکنه. اینها شعارشون این هست که میگن که اگر من نباشم میخوام از آسمون سنگ ببارد و از زمین قیر بجوشه، یا میگن که دیگی که برای من نجوشه بقیه‌اش رو هم که خودتون بلد هستید. اینها از نه از شادی دیگران شاد میشن و نه از غم و غصه دیگران رنجور میشن. اما در مقابل
دسته دیگری از انسان‌ها هستند که اینها ظرف وجودیشون اونقدر بزرگ هست، ظرف وجودیشون اونقدر گسترده شده و از پیله خودشون خارج شدن که و هم نوع خودشون را همچون خودشون دوست می‌دارن که از شادی دیگران هم شاد میشن و از غم و غصه و رنج دیگران هم رنجور میشن و از شادی دیگران مسرور میشن. ابوالحسن خرقانی میگفت که از پای دیوار چین تا پشت دروازه‌های اندلس در هر بیابانی، هر خاری که در پای مسافری فرو بره، اون خار در دل ابوالحسن فرو رفته. تا این حد ظرف وجودی ابوالحسن خرقانی گسترده شده بود و اساساً لازمه مقام انسانیت هم همین هست. ما زمانی به مقام انسانی میرسیم که بتونیم برای دیگران غمگساری بکنیم و برای فروکاستن آلام و درد و رنج انسانها کوشش و تلاش داشته باشیم. این که بتونیم گرهی از زندگی انسانها را باز بکنیم و باری از دوش انسانها برداریم. اگر ما درد را احساس بکنیم زنده هستیم، اما زمانی به مقام انسانی میرسیم که درد دیگران را احساس بکنیم. همون چیزی که سعدی میگفت که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. لذا دردمندی و همدردی با دیگران لازمه مقام انسانیت هست و نه تنها لازمه مقام انسانیت هست، بلکه یک از پایه‌های ایمان و اسلام این هست که ما هم نوع دوستی داشته باشیم، نوع دوستی داشته باشیم و همدردی داشته باشیم با درد دیگران. این که پیامبر اسلام می‌فرمود که من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، این کسی که انسانی که صبح بکنه، روز بکنه، در حالی که اهمیتی نمیده به مشکلات دیگران و به امور مسلمین توجهی نمیکنه، این انسان مسلمان نیست و ایمان نداره. در حقیقت در نظر پیامبر کسی که در مقابل مشکلات دیگران احساس مسئولیت نمیکنه، ایمانش پوچ هست و تو خالی هست. یک هشدار بزرگی برای ما هست، این که ما اسلام را فقط در این اعمال ظاهری خلاصه نکنیم، اسلام را تنها در یک نماز و روزه و حج و اینها خلاصه نکنیم و اگر اهتمام به مشکلات دیگران نداشته باشیم، ایمانمون تو خالی هست، ایمانمون پوچ هست و ظاهری هست، گویا در پوست اسلام رفتیم. حکایت اون باغ وحشی هست که نقل میکنن که اولین باغ وحش در تهران در زمان مظفرالدین شاه قاجار تأسیس شد. بعد تو این باغ وحش یک شیری بود که از مازندران برای شاه هدیه آورده بودند و مظفرالدین شاه هم خیلی به این شیر علاقه داشت و هر از گاهی می اومد و به این شیر سر میزد و بازدید میکرد از این باغ وحش و این شیر را مورد بازدید قرار داد. یک روز به این مسئول باغ وحش خبر دادند که فردا قرار هست که مظفرالدین شاه بیاد و برای بازدید از این باغ وحش و میخواد دوباره این شیر را ببینه. از قضا همون روز زد و این شیر به خاطر کمکاری که این مسئول باغ وحش در تغذیه این شیر انجام داده بود، این شیر مرد. مسئول باغ وحش دچار وحشت شد که خب حالا فردا شاه قراره بیاد از این باغ وحش بازدید بکنه و اگر بفهمه که این شیر مردنش به خاطر قصور و کمکاری من بوده، من را مورد تنبیه و مجازات قرار میده. گفت چه کار بکنم؟ یک مشعلی بود، رفت پیش این رفیقش مشعلی و گفت که مشعلی دستم به دامنت، این واقعه رخ داده، الان گره کار من به دست تو هست. گفت خب چه کار باید بکنم؟ گفت بیا ما این شیر را پوستش را میکنیم، سرش را هم خالی میکنیم، تو برو تو پوست این شیره، سر این شیر را هم میذاریم رو سر تو تو گوشه این قفس بخواب، شاه میاد این بازدید میکنه، یکی دو دقیقه هم نهایتا یه نگاهی به قفس تو میندازه و بعد هم راهش را میگیره و میره. اینم قبول کرد، گفت باش. خلاصه پوست این شیر را کندند و سر این شیر را هم گذاشتند رو سر این مشعلی. شاه فردا اومد برای بازدید از این باغ وحش، از حیوانات مختلف بازدید کرد، بعد اومد کنار قفس این شیر، یک لحظاتی رو نگاه کرد و بعد دید که کنار قفس این شیر قفس یک پلنگی هست. شاه دستور داد، گفت که
خب در قفس این پلنگ را باز بکنید که این پلنگ بیاد تو قفس این شیر، ببینیم اینا چیکار میکنه. تا شاه این را گفت، این مشعلی که تو پوست این شیر رفته بود شروع کرد مثل بید به خودش لرزیدن. گفت ای داد بیداد، عجب غلطی کردم من این کار رو قبول کردم. این پلنگ الان بیاد تو قفس من، خب این بو میکشه و میفهمه که من شیر نیستم و آدم هستم و من را تیکه و پاره میکنه. تو همین فکرها بود که خلاصه در قفس این پلنگ رو باز کردند و این پلنگ هم جستی زد و پرید تو قفس این شیر و آروم آروم اومد کنار این شیر و دهان خودش را آورد نزدیک گوشهای این شیر و گفت که مشعلی نترس، منم مشحسن. پلنگشون هم اینها قلابی بوده، هم پلنگشون تو پوست پلنگ رفته بوده و هم شیرشون تو پوست شیر بوده. الان این حکایت بسیاری از دینداری های ماست که یک دینداری ظاهری برای خودمون درست کردیم، تو پوست اسلام رفتیم، تو پوست ایمان رفتیم. زمانی ایمان ما واقعی هست و اسلام ما واقعی هست که ما بتونیم درد و رنج دیگران را هم درد و رنج خودمون بدونیم. اما خب ما چه کار بکنیم که بتونیم به این مقام و این سعه و ظرفیت وجودی برسیم که درد و رنج دیگران را هم درد و رنج خودمون بدونیم، غم و غصه دیگران را هم غم و غصه خودمون بدونیم و بتونیم با اونها همدردی داشته باشیم. راهی که برای این وجود داره این هست که یکی انگیزه برای خودمون ایجاد بکنیم برای نوع‌دوستی و همدردی با دیگران. ما انسان‌ها هر هدفی که داشته باشیم برای رسیدن به اون هدف نیاز به انگیزه داریم. انگیزه برای ما انسان‌ها مثل سوخت میمونه برای حرکت. همون جوری که یک ماشین برای حرکت نیاز به بنزین داره، ما هم برای رسیدن به هر هدفی نیاز به انگیزه داریم. یکی از چیزهایی که میتونه انگیزه بخش باشه برای ما، برای این که بتونیم همدردی داشته باشیم نسبت به دیگران، توجه به ثواب‌هایی هست که در روایات بیان شده که چقدر همدردی و نوع‌دوستی و کمک برای رفع حوایج دیگران، برای غمگساری برای دیگران کمک کننده برای آخرت ما هست. امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که ان لله عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامه. امام کاظم می‌فرماید که خداوند یک بندگانی داره که اینها تمام تلاششون این هست که سعی کنن حوائج دیگران را برطرف کنن و یک باری از دوش دیگران بردارن. این افراد در قیامت در مقام امن خواهند بود. قیامتی که همه انسان‌ها در وحشت خواهند بود، این انسان‌ها در قیامت در مقام امنیت هستند و هیچ وحشت و ترسی در قیامت نخواهند داشت و جایگاه اونها در بهشت هست. امام علی علیه السلام می‌فرماید که من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروه. امام علی می‌فرماید که کفاره گناهان بزرگ این هست که به فریاد بیچاره مظلوم برسیم و تسلی خاطر بدیم و غم افراد اندوهگین را از بین ببریم. این باعث میشه گناهان بزرگ ما بخشیده بشه و آمرزیده بشه. در روایات دیگری داریم که کمک به رفع گرفتاری دیگران ثوابش از 1 هفته طواف به دور کعبه بیشتر هست. یا در روایت دیگری داریم که کمک به گرفتاری دیگران و اینکه حوائج دیگران را برطرف بکنیم از 1 ماه اعتکاف در مسجد ثوابش بیشتر هست. خب از این دست روایات فراوان هست. یک راه دیگری هم که برای این که ما بتونیم به این مقام برسیم که بتونیم نوع‌دوستی خودمون را افزایش بدیم و بتونیم همدردی خودمون را نسبت به دیگران افزایش بدیم، این هست که بدونیم که ما اگر نوع‌دوستی و همدردی خودمون را به دیگران افزایش بدیم، به یک شادی عمیق دست پیدا می‌کنیم و به یک آرامش اصیلی دست پیدا می‌کنیم و زندگی ما با این کار معنادار میشه. در حقیقت زندگی بدون معنا دردآور هست و منشأ افسردگی. مارتین سلیگمن معتقد هست که یکی از علل افزایش افسردگی در جوامع توسعه یافته این هست که هر مقداری که جوامع صنعتی میشن و توسعه یافته میشن، به همون میزان فردگرایی هم در این جوامع افزایش پیدا میکنه و در فردگرایی شخص خودش را مرکز جهان قرار میده و خودش را محور توجه خودش قرار میده و در چنین جوامعی طبیعتاً چی میشه؟ همدردی مردم کاهش پیدا میکنه و وقتی که همدردی مردم کاهش پیدا میکنه، افراد احساس تنهایی میکنن و به همون میزان هم
افسردگی در این جوامع افزایش پیدا میکنه. لذا ما هر چقدر که بخوایم رضایت ما از زندگی افزایش پیدا بکنه، زندگی ما معنادار بشه و احساس خوشبختی ما بیشتر بشه، لازمش این هست که ما محور توجه را از خودمون به دیگران افزایش پیدا بکنیم، افزایش بدیم و سعی کنیم که همون مقداری که به خودمون و به حوائج خودمون اهمیت میدیم، به حوائج دیگران هم اهمیت بدیم. ما انسان ها معمولا فکر میکنیم که خوشبختی زمانی برای ما حاصل میشه که ما دست به ثروت دست پیدا بکنیم، زیبایی داشته باشیم، موقعیت شغلی خوبی داشته باشیم و سلامتی داشته باشیم. اگر اینها رو بتونیم در زندگی خودمون بهش دست پیدا بکنیم باعث میشه که به رضایت درونی برسیم و احساس خوشبختی داشته باشیم. در حالی که تحقیقات نشون داده که ثروت، سلامتی، موقعیت شغلی خوب و موفقیت‌های اینچنینی تنها 10% در شادی و خوشبختی ما انسان‌ها نقش دارند. تنها 10%. علتش چی هست؟ علتش این هست که یک مفهومی ما داریم در روانشناسی به عنوان تحت عنوان تردمیل خوشبختی. تردمیل خوشبختی چی میگه؟ میگه که 50% از احساس خوشبختی و رضایت ما از زندگی مربوط به ژنتیک ما میشه. یعنی برخی از افراد به لحاظ ژنتیکی به گونه‌ای هستند که رضایت بالایی از زندگی دارن و حس خوشبختی اونها زیاد هست. 50% انسان‌ها هم هستند که اون عرض شود که حس درونی خوبی ندارن، هر چقدر که موقعیت خوبی داشته باشن. پس 50% از میزان رضایت و احساس خوشبختی ما مربوط به ژنتیک ما میشه. 10% از میزان رضایت از زندگی و خوشبختی مربوط به امکانات ما در زندگی میشه. این که چقدر ثروت داشته باشیم، چقدر سلامتی داشته باشیم، چقدر موقعیت شغلی خوبی داشته باشیم و امثال اینها. اما 40% از میزان رضایت ما از زندگی و احساس خوشبختی ما مربوط میشه به افعال ارادی و آگاهانه‌ای که ما باید تو زندگی انجام بدیم، که مجموعاً گفتن 12 تا عمل هست که اگر این 12 تا عمل رو، برخی از این اعمال رو ما آگاهانه و ارادی انجام بدیم، باعث میشه که میزان رضایت و خوشبختی و احساس خوشبختی ما از زندگی بیشتر بشه. خب حالا این تردمیل خوشبختی چی هست؟ تردمیل خوشبختی میگه که وقتی که ما یک موفقیت مادی بهش دست پیدا میکنیم، مثلا ثروت زیادی ما پیدا بکنیم یا موفقیت شغلی که پیدا میکنیم، بعد از مدتی این حس خوشبختی و رضایتی که در اثر اون برای ما حاصل شده بود بعد از مدتی عادی میشه. وقتی که من یک ثروتی رو بهش دست پیدا میکنم، تا چند ماهی حس رضایت درونی در من ایجاد میکنه و حس خوشبختی در من ایجاد میکنه. اما بعد از چند ماه اون عادت برای من ایجاد میشه و یک حس درونی که قبلا برای من ایجاد کرده بود رو من دیگه بهش عادت میکنم. لذا میزان ثروت بیشتری را طلب میکنم برای اینکه دوباره بتونم به اون احساس خوشبختی دست بهش پیدا بکنم. و همچنین هست در مورد موفقیت‌های شغلی یا سایر موفقیت‌های دنیوی دیگه. اما اون افعال ارادی و آگاهانه‌ای که من بهش خودم آگاهانه انجام میدم و باعث یک حس عمیق میشه در زندگی من، اونها هیچگاه عادی نمیشن. حالا یک از اون افعال 12 گانه‌ای که یک رضایت عمیق و یک خوشبختی عمیق برای من حاصل میکنه، همین نوع دوستی و همدردی با دیگران هست. لذا در روایت دارد که ان احسن الناس عیشا من حسن عیش الناس فی عیشه. بهترین زندگی نصیب کسی میشه که زندگی مردم را بهتر بکنه. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.